ماهی مرغانه یکی از املت‌های بسیار لذیذ گیلانیه که با ماهی دودی درست میشه. هر قسمت ماهی دودی رو که تمایل داشتیم برش بزنید که من از قسمت دم بالش رو برش زدم و انتهای دمش رو برش میزنین. به 2 قسمتش کردم. داخل پیاله قبل از اینکه برنج دم بیاد و بخار بکنه گذاشتم که با بخار برنج دم بکشه و بپزه. ماهی وقتی چنگال زدیم فرو رفت داخل ماهی، یعنی ماهیمون پخته و آماده است. حالا گوشت رو از پوست و استخون و تیغ‌های ماهی جدا می‌کنیم. خیلی مراقب باشین قسمت دم ماهی استخون زیاد داره که داخل غذا نره. خیلی حواستون رو جمع بکنین. داخل مایتابه بریزین و با روغن یا کره کمی تفتش بدین. خیلی نیاز به تفت دادن نداره که من کره محلی ریختم و به اندازه‌ای که ماهی دارین تخم مرغ اضافه کنین. هم بزنین تا مخلوط بشه. تخم مرغ بسته بشه. فلفل اضافه کنین. نمک احتیاج نداره. بعد با یک کته و ماست و سیر نوش جان کنید و از خوردنش لذت ببرید.